از قضاوت می‌هراسید. این چی معنا می‌دهد؟ قوی باش، قدرتمند باش، سربلند باش. مردم پشت خدا و رسولش هم گپ میزنند. مردم پشت بزرگترین انسان، خادمترین انسان، با اخلاقترین انسان روی زمین هم حرف میزنند. مردم پشت همه چیز حرف میزنند. آیا از قضاوت مردم می‌هراسی مسیرت را تغییر میدهید؟ سربلند هدفت را تعیین کن، آنگاه با تمام وجود به سمت هدفت حمله کن، به پیش برو. هرگز عقب نشینی نکن. همچون ناپلیون بناپارت زمانی که در مقابل دشمن قرار میگرفت و رو به سربازان خود میکرد و میگفت ای سربازان سلحشور من، اگر حمله کردم به دنبال من بیایید، اگر کشته شدم انتقام من را دشمن بگیرید، اگر عقب نشینی کردم بالای من شلیک بکنید. یعنی انسان‌های بزرگ با اون اراده‌های بزرگ دنیا را گشودند. شما هم با اراده باشید، از قضاوت مردم نهراسید که مردم پشت این آن هم حرف میزنند. به مسیرتان ادامه بدهید. زمانی که مردم میگوید نمیشود، گوشایتان را ببندید، فقط به مسیر ادامه.